سلام عرض میکنم خدمت شما همه دوستای عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. در این ویدیو میخوام آموزش رمز گذاشتن روی فلش یا هاردتون رو بهتون آموزش بدم. اول ما فلش رو بزنیم کامپیوتر. خب اینجا من یو اس بی که الان گذاشتم و یه دونه کنترل راست میزنم، ترن آن بیت بکر اینو میزنم. بعضی از قسمت های این ویدیو ممکنه زمان ببره، اگه من استوب میکنم بعضی جاهاشو بعد دوباره بهتون توضیح میدم. خب این گزینه برامون باز شد. ما باید از این گزینه رو این کلیک میکنیم، یه رمز دلخامو میزنیم. فقط باید 8 رقم باشه رمز شما. خب با این گزینه نیکست، اینجا این سه تا گزینه شما سیفتی فایل رو باید انتخاب کنید، چون اگه احیانا رمزتون یادتون رفت با استفاده از این بتونید برگردونید اونو. این فایلتون هم توی حالا قسمتی از داکیومنتتون میخواد یا هر جایی اینو بزنید، فقط در نگهداری از آن کوشا باشه. نیکست. این بالا برای فلشه، اینجا برای هارده. شما اون بالاییه، حالا الان برعکس میشه. بعد استارت رو میزنید. خب ما پس از اینکه تموم شدین کلوز ما میزنیم با استفاده از این آیکون پایین. این شما اینو همیشه کنترل راست کنید، ایجکت رو بزنید که فلشتون احیانا نسوزه. این کار که انجام شد، حالا یو اس بیتون یه بار برمیدارید، دوباره وصل میکنید. خب ما میریم تو همون قسمت دیس پی سی، جایی که رفتیم قبلش. اگه دقت کنید که الان فایل ما رمزو داره شده. حالا رمزو ما میزنیم و ببینیم داخلش. اگه احیانا شما رمزو بلد نبودید، با استفاده از اون فایلی که بهتون گفتم دوباره میرید اون قسمت و هم اگر هم میخواستید بردارید دوباره یه رمزو، حالا دوست نشید که باشه، اینجا یه دونه کنترل چپ میکنید که بازش اول رو میکنید، بعد دوباره کار انجام میدید که اونو توی ویدیوهای دیگه دوباره بکنید. امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی برده باشید و به دردتون خورده باشه.